بروچین کلگ دیوان چه نازیل گون شما رو همراه هستند. عزیزان نازیل کلگ چه توابع شهرستان خوش ما بخش نوکابادان که آیه دوری تا مرکز بخشا 43 کیلومتر، تا مرکز شهرستان 95 کیلومتر و تا مرکز استان هم 95 کیلومترند. ما آهرگی سرشماری ما سال 95 گیش 205 خانوار یه دمگاه زندگی گزینند که گیشتر مردمان شغل کار مالداری و کشاورزی اند. یه دمک و شین آب و هوایی دارید. پینه که مهر 4 فصل و موسم کشارگران کشت و برداشت کنند. گیشتری محصولی که به دیگران کشت کنک بوده زردالویند و دیگه نیوگانی چوش که هنار، هنگور، توت، انجیر، آلو، درخچی سیب، بادام، جوز و گردو، پسته و زرش که همه یک کلگا کشت کنگه بید. و چه زرایی محصولان هم تانن گله، جو و سبزیا نام گیرن. نازیل کدیمی تاریخ و راجدفتری گیش 5000 سال یه سر دارید که کلات میررضایی طایفه بلوسه بن پیروک سنگ نوشته و کدیمی کهنوچات یه دمگه کدیمی بیگه نشانده یو کند. بودنی که نازیل کلگه هستانن خانه بهداشت، مخابرات ایستگاه، بهیاری، سبک جای دور اول و دوم و ورزشی لوگا نام بگیرم. دستبندی کنی که چه یک کلگه ما را همراهی و هم دیوانی کنید. نازیل ملکایت و یک گدامی چه جوانین گدامی و چه پشت سر چه که قشنگه باگین تو کشت و کشار کشاورزی یعنی پشت گداما خیلی جای قشنگی پر نشته نه دیگه خوان دادن همین هم دیوانش کرتد گنده اینا چه خبر است نازیل برای مشما خبر دادن واجه که نی پهنا نشته. حال تو خوبه قربان سلامته خیلی ممنون. و تو نامشان گره مصطفی میربلوچزئی نازیل چه خبر نازیل سلامتی خیر. دقیقا نازیل کجا یک کیلومتر بیا نازیل بگیندی کجا بیشه کجا برو؟ نازیل استان سیستان و بلوچستان، شهرستان خوش، بخش نوکاباد، دهستان نازیل، خود مرکز نازیل. یعنی چه کجا چون کیلومتر زاهدان خواه شدن؟
بین خاش و زادان وسط راه میرآباد. دقیق وسط راه خوش دادن 5 تا زادان 85 تا خاش. پیچه پیچ طرف نازل نه طرف روی درخت روی نشین روزنشین. طرف روی نشینم پیچه چند که بیا 11 کیلومتر بیا نازل. اینا که رسته گوشه مصطفی کجا گوش مصطفی گوجا مادر خدا. یاران اینا ما را حتما. یاران مصطفی یا در نازل مردمی که هن کاربارش چیه مردمی 100% نازله. ادا شهیدگی کومان اصلا نه مگر یک وصلت کاری بید یک نفری مثلا یا خانمی شایجا گفته بی یا مثلا یک زاماسی داشته بی طایفه یعنی شاید دیگه طایفه مثلا اگر بید ولی که هیچ کس نیست تمام میرولجده امیر بلیزه میرولجده پسرند فهمه تانه گوشه نام گره دیگه تمام میرولجده نه من تو زنم تایپه امیر بلیزه پسرندم چی دیگه دا پسرند ما دیگه نوشین پسرند نه نوشین نشه نه راستشه دیگه پسرند دیگه مگوشن دیگه ممکنه یک نام بگیری یک مگی بعد گله کنن تو ناراحته بعد مردم کاربارش چیه مردم اکثریتش کشاورزن دامدارن دامان که می خوشسالی از یام بتگن و همه کشاورزی و دیگه همه کاران دار کروسی توارم هست من زمانش ما هوشکته یا نه مرگو یرگنم باز داره مورد گه همه رگن کمیه نه دیگه یره که مثلا چیه بی نه کروس متک هستن دیگه مرگ میدوی بغلمو هم هست ها دیگه شاختر ماختر آوان نداره نه خیلی خوب دامداری مالداری پس مال ها پس مال خوشتر کنی نه اوشتر نه گوک گوکم نه پس هم هسته درخت داری که پشت سر خب معلومه به یکی کشاورزی هنار ماشی هنارند یا زردالو انار زردالو بادام پسته دیگه انگور دیگه از انجیر شد تمام زردالو هست یاریشه دانه بومد خیلی خوب شه ملکا برای مشما گو واجه میر بلوزدهی شه نازلی مردم شه کاروبارا گوشتی و این ملکا تقریبا معرفی کو جا دیدنی هم داره ایده که اگه یکی گردشگری بیه تابستان کجا برویده اده کلا نازل جا دیدنیه اده هم سنگنگاره نازل دارن هم چشمه و آب دارن تیکوان هم اید نازل باغان میرزایی میں پیرو که همه ده کلاتی داری قدیمی دیدنی و واقعا یکی بیبگین دیتی انجیری که همه زمان آئی کشتد هنگت هم هستن شان هستن دیدنی باز داریته و مردمان مهمان نوازی داری یه منطقه نازل حتما بیا تو شنازی ادام گده و من جنالی کو والا بسه و چاره پرمان والا بیا دیر کو واللوک زار پمنی عمره بچه جوانین تواری داشت بچه جوانین لیکوی جد مریچی ته برنامه نازل شایی واجه توارا گشتره خوشگینه واجه دست پدر میکن دستی در میکن
عجب جای قشنگی هست این منطقه نازیل، چی که درختچودار داری، چه کشت و کشاورزی ماشاءالله داری. یه چم کار کن تو درختچودار و باگ، یعنی در مورد کشاورزی گشته بزنه و کشاورزی برامش بردن. این ماشاءالله این کشاورز تیپ کامل مشخص بیواجه کشاورزیشه. کجا یه بیل که دسته، یه کلاه که سرند، یه لباس کار که گورند، معلومه که این واجه کشاورز. یه دستکش هم که به دسته کامل موارد ایمنی رعایت کرده و استطار کامل. حال تو خوبه؟ قربانی چه خبر؟ خیر انشالله. تی نام که واجه؟ محمد یوسف. محمد یوسف کشاورز ماشاءالله خوب پوشته گوات را. دیگه رو چه سران گرمی هوا، به خاطر سیاهی که باید پوش بین، کامل بین، کلاهی داشته بین. راست ششم باید داشته من تا یک کشاورز تو سر کشاورزی با هوا گرمه دیگه، تابستان که هسته راحت کشت و کشاورزی که. خب محمد یوسف بیلا دمنی دستا پمم گوش کشت و کشاورزی که ایدان داره. کشاورزی میاله پین تو یک مقداری پسته دارین و یک مقداری انگور و زردالو و خب انار و انجیر و همه چی داره. هلو همشه یک مقدار. هلو و گیلاس و یک مقداری دیگه گلابی هم داریم. ماشاءالله. انبه ورگه که نداره؟ انبه نه، پرتقال داریم، دیگه چی نداره؟ تودم هم؟ دودم داریم. آوا ایده هموک چیه بیت هر کشته که بکشه هوا بیت میزی، هر بیوه که بلویت داریه هرماغ هم بیدن. هرماغ بوته قدیمه قدیم ابتحان دی. اینو نه بس ایده هاک جوانی میداری. آکی جوانین آبی خوبه. این کلاتی پشت سر گنده که خراب بوده، قلعه قدیمی و کلات این ملک در منطقه نازلوتی در مورد ایدن گشته بزن جای دیدنی و آثار تاریخی ایدن. یه واجه که او اشتاعت برای مشپا گشته برای حال که حال چون خوبه؟ الحمدلله در به سلامت. خدا را شکر. تو نام نشان گره؟ من یونس میربلوچی و مراقب آثار میراث فرهنگی بخش نکابت. بس مراقب انتش هسته این آثار تاریخی که پشت سر گنده دقیقا ایده کجایشی چیه؟ یه قلعه میرزایی انت نازل قرار داریم. میرزایی دو کلات داشته، یکی ته سنگان یکی ته نازل. میرزایی ته به نسلی که ما و شمایی هستن 7 نسل پیش زنده بوده و هر نسل 30 ساله و طوری که حساب کنن 210 سال پیش یه قلعه دست تو میرزایی دا زندگی کرده. 210 سال پس قدمتی. بله. چی مجموعه شامل چه چیزا بود؟ ایده زمانی که ما گوانده ما زادگاه من نازل است. یک برج که بالای 25 متری داشت که حدودا سال 73-74 که باران زیادیت ایشی تخریب بود. همین یعنی برجک ایده بود تو شیدم شبه شو. بله. خب دیگه برجک دیگه چی داشت؟ برج که دیگه چون دانه اتاقی که داشت، دیواری داشت، قسمت گنبدی کامل سالم، یه حیاتت بینشان یش که اتاقت آشکم یک قسمت کلات دیدبانی آشکم هم داشت. بس یک کلات کامل بوده که این همه اتاق و این چیزان ته بوده که به مرور زمان دیگه بر اساس فرسایش آب و خاک و طوفان و خور و بارندگی و شبه شدن دیگه. بله. بعد چرا که ثبت بوده بشه؟ بله ثبت بوده سال 93 ثبت میراث فرهنگی. دیگه غیر شیکلات دیگه ثبتی چی داره توی ملک؟ سنگ نگاره دارن، قبرستان دارن، درخت کهنسال دارن. خیلی خب پس آثار تاریخی و طبیعی بازی داره که در منطقه نازل هست نشان دهنده یشه که این ملک قدیمی ملکی بوده، قدمت و تاریخی داری برای وقت. بله. بوده در این مورد
در این مورد اصلا تکای سفالی که کارشناس میراث فرهنگی شده یهتن تو ودی کردن قدمتش 5000 ساله. یعنی 5000 سال قدمت داره. بله. خیلی زیاده 5000 سال. و تهمی قسمتی که مشوش داتن لوله سفالی ودی تهمی کلات دور برا که قدمتش کلات قدیمی تره و یک دو کبرستان هم ده ودی بته که آن قدمتم بالای 2500 سال و بالای. خود نازل نشان دهنده شه که این ملک چون که قدمت و تاریخی داشته بی آثار تاریخی واجب میبریزه برای مشواق و انشالله که میراث فرهنگی گردشگری سمدستی که متولی هم هسته در حفظشان در مرمت و بازسازیشان تلاش کنده که حیف ایشان شبین برن هویت و تاریخ و هر منطقه یکی همین آثار قدیمی و تاریخیانی که هستن که شهر ما قدیم منطقه ایشان حفظ کنن که آیندگان زانن اینا چه خبر بوده که بوده پیروک ما که بوده جد آباد ما که بوده و چه فرهنگ و چه تمدنی ما داشته. و نازلی کالات و آواز قدیمیه ابراهیم دوست من داران و آواز صمیمیه. به به که هشی دوست کارگه صمیمیه که تو دوست بماند ها بماند. انشالله که یه بخش برنامه شما را پسند بی و تشکرش از شما که ما را هنگه داره سیل و تماشا بکنید. خود هر ملکی که بره رسم رسوم خاصی دارن، چاپ و موسیقی و دهل خاصی داره. ایدن تا یه ملک هم چاپ خاصی دارن. دوسته در مورد چاپ یه ملک ها گشته بزنه واجه برای مشبا یه گروه هم که دیسته چاپی این ملک هم برای مشباش این چاپ ها گشته ها بردن. حالت خوبه؟ سلامت. زبرش با؟ سلامت. تی نام ها گره؟ من مجید میربلوچی شنازیل. واجه مجید این چاپ نام چی هستن و تی گروه یکم بیشتر معرفی کن. این چاپ سرحد نازل هستن به عنوان دو چاپی و چاپ سرحد منطقه و قدمت 2000 ساله تا 3000 ساله دارید. شما قدیم بوده. شما قدیم بوده یعنی منطقه کلا قدیم گشته تا عروس هم چاپ شه کرده خوب و یه چاپ هم گشته به کشاورزی یا به برداشت کاشت داشت و برداشت گندم نشانه. یعنی من تو همیشه پرسی که این چاپی که شما کرده چیز خاص را نشانه دن خبر خاصی دن؟ ها دیگه قدیم هم مثلا کارگران کار کرده گن ارباب هم مثلا دیگه ادامانش در یارتگن تو چاپ شه کرده و بقول مرده که مثل ما چی پس شاوان گفته گفتش هم بوده پس کاشت و داشت و برداشت درو گله پاشتن و همه کشی. ها دیگه شما اول که ما شروع کنه آرام آرامه یعنی گلا کشه کشن بعدم دیگه تو پخش کنه ها. بعد که قسمتی که نندن قسمت دوران تو جمع آوری مثلا وقتی که چهره کنن مثلا گلان جمع کنن این دیگه برداشت دیگه یک تو صورت خلاصه ای هستن برای شادی مردم هست که تا عروس هم مثلا چی دیگه هم کشاورزان بودن قدیمی هم دیگه هم وقتی مثلا کشاورزی ادا واسه تا عروس خوشحالی وقتا منو حفظ کرده تو داره کار کنن دیگه ما گشت تا عروس کارا کنن و بعد ثبتم بوده مراسم خاصی رابطه شو ثبت میراث فرهنگی بوده بون ثبت دو چاپی سرحد نازل ثبت جای خاصی هم رابطه اجرا کرده شو. بله ما تهران شدیم دو دفعه شدیم تهران زاهدان شدیم تا مراسمان بزرگ شدیم اجرا کردیم. بسیار خوب هسته. حفظ این آیین خب فرهنگی منطقه دو ربیده که هر محل هستن و ایشا باید حفظ ماندگار بن که قدیم است که همین چاپی که کو یعنی چی داره چی کاش داشت برداشت و نشان دهنده یک قدیمی رسم رسومیت که برای مشما شان اجرا کنه لحتششان چاپا با هم دیگه گنده واجه دست شو در مکه تشکرش شما واجه خستم دست شو در مکه.
لیکو دیگه سرزمین نیمگه هسته و لیکو هم که معروفه مخصوصا تا یه ملک نازل یا ایورنان قرار برای مشما لیکو بجنن و نام و نشان نگیرن تو لیکو جنن تینام که واجه صادق برباد صادق برای مشما و جن بجن واجه و راهون پاس و را باب دورتان درونی ظالم امن پر حال کو و حال کو رب کسی بونگی مرجیش زاهد آیین براجان شیبیا نازل با اول شبون من نشد ظالم دستان ظالم دستا من نایمنی جگا ارکبون. خب الان دیگه به دیگه پر می برای مشما جنن واجب جن چارین تیراهان پس دیر مکم بیا چارین تیراهان پس دیر مکم بیا اشکر رو کم ندلایر مکم بیا گوشت دل منی کفتا نفس شهر غریبین دل منی کفتا برجا شهر غریبین گم دو چار کو نفس درد عجیبین شتی جنگل سے دے والا جائی کوہانین جنگل سے دے والا جائی کوہانین ہم دلو ہم رامنی غم خوار ہماوین گوشت بیماروں گردے نفس دوست گلیا بیماروں گردے نفس دوست گلیا سگ دل میں بے یار بغیر حالت نیا چه جوانه لیکو شعر جتن برای مشما و بهرام میبریزه هم که سروز جنوی کد انشالله که بخش لیکوش ما را پسند بوده بی ما را هنگه سیل کنه در نازل عجب منطقه جوانینیت نازل و رسیده به بخشی که باید خداحافظی کنه ششمه خدمت ها همراه قبل از اینکه خداحافظی کنی صادق برباد که برباد داده همه چیزا لوتی برای مشما یک شعر اموان واجب بفرمایید خداوندا پشوکا جهانا رے چوجوٹ کو خماری گوتی چمان منا پٹگنو کو چه جوانه تواری در واجه صادق و خداحافظی وقت تشکر ویژه کنین شه بزرگوارانی که ته برنامه مریچی گما همکاریش داشت واجه یاسر شیروزه‌ای که شما اول برنامه گما رو ته همکاری مریچی نه گما داشت دهیار منطقه واجه میربلوزه‌ای واجه یونس و همچنین یه واجه میربلوزه‌ای دهیار نازل انشالله که برنامه که مریچی پخشین کش وارا پسند بوده بی 3644 بیوش مکنید کلو پیغام انتقاد پیشنهاد با بیا بشم کلگ آبادی پیامک دیم دوید فضای مجازی تام هستین کانال شبکه هامون روی دارن تارد ما را ودی کنید بدپای ملت کجا ملت نازل مردمان در دهستان نازل در بخش نوک آباد در شهرستان خود در سرحد بلوچستان شما متشانه به الله اسپارین خدا حافظ شما
از خودت